داملا دویم گروه گفتیم فقیر و بعد از آن مسکین می شود و گروه سوم الله تعالی میگه که والعاملین علیها. عاملین علیها اینها شخصیت های هستند که زکات جمع میکنن. اینها را مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که زکات فرض شد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض شخصیت ها را عامل زکات تعیین کردند، وظیفه دار کردند، مانند حضرت عمر، مانند حضرت ابو موسی اشعری. بسیار صحابه ها را به هر یک کشور، به هر یک دهه مثلا وظیفه دار میکردند که زکات آن را جمع کند و این شخصیت ها رفته به خانه های مردم و به صحراهای آنها رفته زکات های آنها را حساب میکنند و احکام زکات را به آنها بیان میکنند که از فلان مقدار مال فلان مقدار شما باید زکات دهید. خلاصه جمع میکنند و بعد اینکه جمع شد باز به شخص های سزاوار تقسیم میکنند. یعنی برای چی به آنها داده میشود؟ چون که آنها معاش ندارند. اینها اگرچه بای باشند هم برای اینها از مال زکات همچون مزد داده میشود. برای چی؟ برای آنکه اینها زکات ها را از مردم جمع میکنند و باز به کم بغل ها تقسیم میکنند. یعنی اینها ما همین گونه انسان ها موجود هست، وجود دارد امروز در جای های ما کم است این خیر شخص ها، اما مثلا در دیگر کشورها مؤسسه های خیریه همین وظیفه ها را به دوش گرفته است. در بعض کشورها واقعا از جانب مثلا دولت های اسلامی آمده جمع میکنند، بعد به فقرا مثلا این بسیار بهترین شخصی که به راه ماند عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها، عمر ابن عبدالعزیز، حتی چنان زکات را از مردم گرفته به صاحبانش میدادند که شخص نماند تا آخر خلافتش که من زکات گیر گوید. یعنی اگر طبق معلوماتی که بعض اقتصاد شناسان گفتن اگر همه مسلمان ها زکاتشان را در وقتش برآورند یگان فقیر نمیماند در بین مسلمان ها. بنابراین بعضی علما گفتن که مشتک فقیر الا من تقصیر غنی. وقتی که یک کمبغل شکایت کرد، یک فرزند یک کمبغل شکایت کرد، دانید که این از کمبودی بای است. تقصیر غنی، تقصیر شخصی ثروتمند. یعنی این دلالت می‌کند که ثروتمندان زکاتش رو در وقتش ندادن. اگر همه میداد یگان کمبغل شکایت نمیکرد. بنابراین در زمانه‌های گذشته بزرگان ما بسیار این را به جاهای خود صرف کردند، خوشرو استفاده کردند، حتی مردم را به حاجت کردند. والعاملین علیها، آنهایی که زکات جمع میکنند و زکات را با تقسیم میکنند. آنهایی که فقط زکات تقسیم میکنند نمیدرآیند. مثلا شما زکاتتان رو به من دادید و گفتید که داملا این رو به یگان شخصی مستحق ده، گفتید من دادم، من عامل زکات حساب نمیشم، فقط تقسیم کننده زکات. یک آدم وکیل گرفته است، تو همین زکات های مرا تقسیم کن، به سزاواران محله به سزاواران شهر تقسیم کن، گفته داد و این آدم زکات داد. این فقط وکیل است، یه امانت نگهدار است، حق گرفتن از این زکات ندارد. عامل آن شخصی که خودش جمع میکند. گروه سه امروز گفتیم که کم است و وجودش هم مشکل است. بله.